پیرمردی که شغلش دامداری بود نقل میکرد گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود و 3-4 توله داشت. اوایل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت آمد میکرد و به بچه‌هایش میرسید. چون آسیبی به گوسفندان نمیرساند و به خاطر ترحم به این حیوان و بچه‌هایش او را بیرون نکردیم، اما کاملا زیر نظرش داشتیم. این ماده گرگ به شکار میرفت و هر بار مرغی، خرگوشی، بره‌ای شکار میکرد و برای مصرف خود و بچه‌هایش میآورد. اما با اینکه رفت و آمد او از آغل گوسفندان بود، هرگز متعرض گوسفندان ما نمیشد. ما دقیقاً آمار گوسفندان و بره‌های آنها را داشتیم و کاملا مواظب بودیم. بچه‌ها تقریباً بزرگ شده بودند. یک بار و در غیاب ماده گرگ که برای شکار رفته بود، بچه‌های او یکی از بره‌ها را کشتند. ما صبر کردیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی ماده گرگ برگشت و این منظره را دید، به بچه‌هایش حمله ور شد. آنها را گاز می‌گرفت و می‌زد و بچه‌ها سر و صدا و جیغ می‌کشیدند و بعد از آن نیز همان روز آنها را برداشت و از آغل ما رفت. روز بعد با کمال تعجب دیدیم گرگ یک بره شکار کرده و آن را نکشته و زنده آن را از دیوار آغل گوسفندان انداخت و رفت. این یک گرگ است و با 3 خصلت درندگی، وحشی بودن و حیوانیت شناخته می شود. اما می فهمد هرگاه داخل زندگی کسی شد و کسی به او پناه داد و احسان کرد،